درود نشر خبرهای روز است. مستقیما روی موج رادیو موجر تازه‌ترین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را در برنامه نوبتی منظورتان از روی موج رادیو موجر می‌گردانیم. امروز سه‌شنبه 15 دکبر 2020 سال است. خبرها را از روسیه شروع می‌کنیم. در ولایت بریانسک روسیه 10% ازدواج‌ها به قوله بین‌المللی می‌باشد. طبق اطلاع خدمات مطبوعات حکومت ولایت بریانسک از اول سال در این منطقه روسیه 5333 عقد نکاحی رسمی ثبت شده است که 566 ازدواج خود 10% آنها بین المللی میباشند، زیرا این نکاح‌های رسمی با شهروندان خارجی صورت گرفته است. گفته می‌شود که اکثر ازدواج‌ها با شهروندان اوکراین یعنی 244 عدد، با شهروندان آذربایجان 84 عدد، با شهروندان بلاروس 75 ازدواج، با شهروندان ارمنستان 37 عدد، با شهروندان جمهوری تاجیکستان 20 عقد نکاحی رسمی، با شهروندان ازبکستان 19، با شهروندان قزاقستان 9، با شهروندان قرقیزستان 3 عدد و با شهروندان جمهوری گرجستان 5 عدد عقد نکاحی رسمی در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی حدود ولایت بریانسک روسیه از اول سال جاری تاکنون به رسمیت درآورده شدند. همچنین در ولایت بریانسک شهروندان دولت‌های اسرائیل، لاتویا، لیتوا، ایتالیا، ویتنام، آلمان، آلبانیا، پاکستان، صربستان، مصر، مکزیک، چخیا، ترکمنستان و مولداوا نیز ازدواج کردند که مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی ولایت بریانسک چنین ازدواج‌ها را بین‌المللی می‌دانند. خبرهای این ساعت را در روی موج رادیو موجر مستقیما میشنوید و موضوع دیگر میگذاریم. کارخانه پرنده پروری روسکار زیاده از 150 نفر مهاجران مهنتی را به کار دعوت می‌کند. نتیجه های روز یگانه شغل مستقیما در شبکه تلویزیونی لنتا تیوی 24 جمع کرده شدند که در آن دیرکتور گنرالی کارخانه پرنده پروری روسکار رومان سمیرنوف گفت که نارسایی کارگران دور بیش از 150 نفر را تشکیل می‌دهد. حقیقت کرده است که قبل از پاندمی نارسایی قوه کاری را مهاجران ملتی جبران می‌کردند و تاکید کرد که در فابریکه پرنده پروری با آنها شرایط برابر کار و مزد مهنت فراهم آورده شده است که در بخش صنعت و مرغ پروری و حساب میانه معاش بلندتر حسابیده می‌شود. در نوبت خود اعلی استرات و رئیس کمیته مهنت و شغل اهالی ولایت لنینگراد تصدیق کرده است که محدودیت‌ها در آمدن کارگران خارجی به روسیه رعایت می‌شوند. از این رو اکثر کارخانه‌های منطقه از نارسایی قوه کاری از حساب مهاجران تنقیص می‌کشند. رهبر کمیته مهنت و شغل اهالی ولایت لنینگراد افزوده است که در این حال کوشش دارند تا به کارهایی که قبلا مهاجران مهنتی مشغول بودند ساکنان محلی را در چنین کارها جلب سازند و بدین وسیله نارسایی قوه کاری را از حساب مهاجران مهنتی به واسطه ساکنان محلی جبران سازند. در روسیه میمانیم. شما نشر نوبتی برنامه ارتباطی خبرهای روز را روی موج رادیو موجر میشنوید. رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین فرمانی را امضا کرد که قرارداد قبول شده را در رابطه با اعتدال آوردن وضع بازار روزگاری در روسیه تایید میکند. در این باره دفتر مطبوعات حکومت فدراسیون روسیه خبر میدهد. سازشنامه‌ها تبلیغ کرده شد و به کم و در سطح معتدل نگاه داشتن نرخ‌ها برای بعضی نمودهای مال‌های طلب شونده مساعدت می‌کند، از جمله برای روغن اکتاپرست، شکر و محصولات نانی. طبقی شرط داده شده است که سازشنامه‌ها تا آخر سه ماه یکم سال 2021 اتفاق دارند. عملی سازی آنها را خدمات فدرالی انداز نظارت می‌کند. در این برای به اعتدال آوردن نرخ‌های ارد و محصولات نانی، صادرات گندم، جو و جواری مکه به مقدار 12.5 میلیون تن از جانب حکومت فدراسیون روسیه مقرر کرده شد. قرار مذکور درباره محصولاتی که از فدراسیون روسیه بیرون از ایتالی گمرکی صادر کرده می‌شوند داخل دارد. آن از 15 فوریه تا 30 ایونی سال آینده اعتبار دارد. برای دستگیری استعمال کنندگان ارد جبران یک قسم اخراجات مربوط به خرید گندم سوبسیدی داده می‌شود و فرمان حکومت فدراسیون روسیه پایگاه‌های تقسیمات چنین دستگیری‌های مالیاتی نیز تصدیق گردیدند. یادآور می‌شویم که چند قبل پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از بالاروی نرخ محصولات خوراکواری نگرانی نموده و حکومت روسیه دستور داد که در مدت یک هفته نرخ بازار استعمالی را به تنزیل درآورند.
ادامه خبرها. مهلت تمدید گردیدن فرمان رقم 274 ولادیمیر پوتین درباره بدوباش صادر کرده شده مهاجران در روسیه در دوره پاندمی امروز 15 دکبر به انجام می‌رسد. تا به حالت آماده گردیدن این گزارش از تمدید سومینه این فرمان هیچ اطلاعی رسمی دسترس کرده نتوانستیم، اما ماه قبل کریلادزینف معاون سرور سرریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه در جلسه حالت بالایی پارلمان روسیه گفته بود که احتمال دارد فرمان رقم 274 از 18 اپریل سال 2020 برای بار سوم تمدید خواهد شد. ما با ماموریت دستگاه اجرایی پرزیدنت سر همین مسئله کار برده ایستاده‌ایم. احتمال می‌رود که فرمان رقم 274 تا تابستان سال 2021 تمدید گردد. گفته بود کریلادزینف هنگام سخنرانی در نزد هیئت سنات پالاتای بالای پارلمان فدراسیون روسیه قبلا فرمان رقم 274 دو مرتبه تمدید گردیده بود. این فرمان از جانب پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به تصویب رسیده برای بدوباش مهاجران ملتی و در عموم شهروندان خارجی در دوره کرونا ویروس در حدود مرزی و معمولی فدراسیون روسیه یک قطار سبکی‌ها را پیشنهاد می‌کند. از جمله مهاجران در دوره عملی این فرمان از حجت‌گذاری رسمی هنگام فعالیت مهنتی نداشتن آزادند. همچنین طبق طلبات‌های در فرمان مذکور آورده شده اخراج شهروندان خارجی از حدود مرزی و معمولی فدراسیون روسیه در دوره عملی این فرمان منع است. اما طبق طلبات‌های همین فرمان آن مهاجرانی که فعالیت کاری را ادامه می‌دهند باید مبلغ ماهانه پاتنت را پرداخت سازند. مهلت دیگر حجت‌های مهاجران از جمله برای قید اقامت محل، مهلت اقامت موقتی خود گربته و مهلت اقامت در روسیه به این شکل به طور خودکار تمدید می‌گردند. در این ماجرا این ماجرا قرار دارد تحولات این سطح تاجیکستان و جهان است. از روسیه و تاجیکستان می‌رویم. یک مقدار زیادی محصولات بشردوستانه که از جانب حکومت روسیه توسط برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد مبلغ گذاری می‌شود و تاجیکستان سپرده شد. چهارمین در مرکز تقسیمات برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد در ناحیه‌های تابع مرکز جمهوری تاجیکستان صورت گرفت. به تاجیکستان در مجموع 180 تن روغن آفتاب‌پرست انتقال داده شد که از این مقدار 120 تن آن به شهر دوشنبه و 60 تن دیگر به شهر خوجنده ولایت ساود انتقال می‌یابد. تأمینات رزق‌آوری در دوره برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد ادامه دارد و تا آخر سال باید از روسیه به جمهوری با 303 تن روغن آفتاب‌پرست وارد کرده شود. این کمک غذایی چون علنا به مکتب‌های دهاتی تاجیکستان راه می‌شوند که در عموم بیش از 5 میلیون خواننده را به خوراک تامین می‌سازد. نماینده برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد در تاجیکستان ماریکو کاواباتا در مراسم سپاریدن محصولات بشردوستانه گفته است که برای مؤسسه‌های تعلیمی تاجیکستان همچنین خرید تقریباً 1200 تن آورد گندم در نظر است. سفیر فوق‌العاده و مخبر فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان ایگور یاکینفرالوف قید داشته است که این اقدام بشردوستانه آخرین نخواهد بود. این چهارمین نمونه دیگر مناسبت‌هایی است که بین روسیه و تاجیکستان در طول سال‌های زیادی همکاری به وجود آمدند. مناسبت‌های دوستی، کمک طرفین، شریکی و اتفاق بوده است. سفیر روسیه در تاجیکستان ایگور یاکینفرالوف افزوده است که مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه تنها با امنیت و رزق‌آوری محدود نیستند بلکه به تحصیلات، صنعت‌کاری و بسیار مسائل مهم دیگر نیز فرا گرفته می‌شوند. در تاجیکستان می‌مانیم و ادامه می‌دهیم خبرها را. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در کشور نو کرد که موافق آن یورو و روبل روسی یک باره بالا رفتند. در دوام روز روبل روسی که تقریباً 153 و 153.5 سومانی ارزش داشت برای 1000 روبل امروز به 154 سومانی رسید. خود همین منظره رشد نظر و پول یورو نیز به چشم می‌رسد. امروز طبق تابلوی الکترونی بانک ملی تاجیکستان 1 یورو 13.74 سومانی مقرر کرده شده است. یک روز پیش 1 یورو 13.70 سومانی ارزش داشت. در همین حال دلار ایالات متحده آمریکا در ماه دوم پی در پی قرب خود را در سطح 11.30 سومانی نگاه می‌دارد. تحلیلگران قید می‌کنند که تصحیح قرب اسعار امکان داد که پول ملی سومانی در سطح کاهش انتقال پول و سرمایه مستقیم خارجی به کشور به سطح اساسناک شده نزدیک کرده شود.
بانک ملی کشور خاطر رسانی می‌کند که همه ملیت‌های اسعاری باید در بانک‌ها فعالیت‌های آنها نقطه‌های مبادله اسعار و ترمینال‌ها انجام داده شوند و ویران کردن این قاعده‌ها جزای مأموری و جنایتی را در پی دارند. شما نشر خبر ساعت‌ها را در موضوع رادیو واجر با مهمترین تحولات آخرین امروزه تاجیکستان و جهان مستقل نشده. سلامت باشید.